و این چی است؟ نصیب همون منافق است که همین عذاب و درد و مصیبتی که فرشته که از دهان و چشم و بیری و گوشش آتش میبارد با گرزی که 70,000 شاخ دارد او را میزند، این کی است؟ برای کسی است که در دنیا نفاق داشت، در دنیا منافقی داشت. نشانه منافق پیامبر چند جا گفتند آیت المنافق ثلاثه اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. پیامبر گفت علامت منافق سه چیز است. اذا حدث كذب، یک علامت منافق همی است که وقتی که سخن گوید دروغ میگوید. منافق دروغگو است. امروز دروغ در بین مردم خیلی هم زیاد شده است. حتی با دروغ گفتن باکی هم ندارد. در اینجا نشسته است میگه من در فلان جا هستم، یا در خانه است میگه نیستم، یا در خانهش کودکش میگه بگو نیست، زنش بگو نیست. الکی در زن کودکش دروغ تعلیم داده است. او زن و کودک دروغ از سردار خانه آموخته است، از رهبر خانه دروغ الکی تعلیم گرفته نکرد. اون چنان دروغگویی زیاد است که حتی در همین زندگی که قدم اول خودش شه عروس در حیات مستقلانه زندگیشون میگذارن، ابتدای همون با دروغ سر میشود. وقتی خواستگاری میرن از طرف بچه بدگی هم دروغ میگن. این بچه خوب است، 5 وقت نماز ترک نمیکنه، قرآن خوان است، تهجد میخونه، این تری پاک دامن دیگر نیست که اگه شما خدا این تا بچه نصیب. حق دروغ میگن که بعدا درک شمیون نه قرآن خون است نه بلا است، گاه نماز بخونه گاه نمیخونه، یا تماما نمیخونه، یا که فلان است بهمان. دروغ دنیا میگن. از جانب دختردار هم باشه دروغ دنیا میگن. این قدر نان میپزه، هنرمنده، یگان کس ندیدش، بیرون تماما دیدگی نیسته. بعدی درک شمیم نه نام پختم نه اوت کرده میتون نه هیچ، یک به هنر کنو تماشا که گشت است.